به خدا قسم، به خدا قسم 100,000 برابر اون عددی که ماهیانه الان تو داری دریافت میکنی 100,000 برابرش منتظرته، نه 10 برابر، نه 100 برابر. بابا نمیخواد اینقدر دنبال پول بدوی. خداوند به پول گفته دنبال تو بدوه، چرا بازی رو داری برعکس میکنی؟ الرزق رزقان، برو دنبال اون رزقی که اون میاد دنبال تو. از بیپولی نترسید، به بیپولی فکر نکنید، اصلا به بیپولی فکر نکنید. هر جایی که هستید، اگر به ظاهر توی محروم ترین قاره دنیا که آفریقا هستید، بدونید که همون جایی که هستید زیر پاتون بزرگترین معادن طلا و جواهر دنیاست. به خدا قسم، به خدا قسم 100,000 برابر اون عددی که ماهیانه الان تو داری دریافت میکنی 100,000 برابرش منتظرته، نه 10 برابر، نه 100 برابر. خداوند تا هزاران میلیارد سال دیگه هممون اینجا بخوایم ثروتمندانه زندگی کنیم، برای هممون ثروت مادی و معنوی کنار گذاشته و میگه عزیزانم بفرمایید سر سفره رحمت من کیف کنید. شما نمیدونید وقتایی که قصه میخورید ناراحتید من چقدر ناراحتم.